سلام، خوش اومدین به یه ولاگ دیگه. امروز با من رو داریم میخوایم بریم کنسرت ساعت پنجشنبه 26 بهمن ساعت 5:45 ما یعنی من الان آماده شدیم ساعت 7 کنسرته، برم دنبال بچه ها، بعد با هم دیگه میریم کنسرت. با هم را باشی. سلام کنیم بچه های یوتیوب. بعضی وقتا زمان چیزای خوب رو میبری. زنگ زدم به 130 بار، تکس زدم واسه 100مین بار، موندم شب و بیدار چرا غریبام دلم هر بار شکوندی حرفاتو پس نگرفتی، چقدر اون روزا قشنگ بود چرا عکس نگرفتی. بچه ها با سازور اشتباه الان هم اشتباه نمیخواد بزن برگرد اونو اشتباه رفتن. ما آمدیم از جلوی استیج فقط بریم خوش استیج بریم چی؟ اگه گفتیم حامیم کجاست؟ اینجا همینقدر نزدیک همینقدر غیر منتظر. ما گفتن سر ساعت 7 چه صداش هم مردونه است رادی بزن داشتم میگفتم به ما گفتن رأس ساعت 7 سالن بشه چه بزرگ دنیا یا آرزو تبلیغ کنیم مثلا ما رو به عنوان بلاگر وی آی پی هستیم. حالا بعدا نشونتون میدم. بعد کیک بده. بعد تولد بازی داریم. تامنیل میزنم تولد حامیم خونش. واسه تو میزنه قلبم هنوزم عاشقتم هنوزم نمیشه قشنگه من بیسمشون توی شعرم مینویسم اسم تو رو سینه میبرم تو تا ته رویا تو رو پس تو رو میبرم. تولد 27 سالگیمو هیچ وقت یادم نمیره، با هم بودیم، یادش به خیر بمونه همیشه. به خدای بزرگ میسپارمتون، خدا پشت و پناهتون. یه بک استیجمون نشه. او مای گاد حامیم رفت خونش. ردی داشت. او مای گاد ولاگ تو باید افقی میگرفتی فقط خونه رفتیم غذا گرفتیم تبلیغ. یامی You should try. هی گفتین تفریحمون چیه؟ آفرین مینی چت
فردا میبینمتون.